أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم. الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب صرف میر 9 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس دهم را از کتاب صرف میر به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران زبان عربی پیشکش و تقدیم بگردانم. درس ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید مثال واوی از باب فعل یفعلو. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود. پیش از اون که اینجا درس نو را شروع بکنیم، اولا می خواهم درس گذشته را به یاد بیاریم که ما و شما درس گذشته مثال را شروع کردیم. مثال واوی وعده را تمام اشتقاقهاش گرفتیم و چی دیگرگونی ها می شد همچنین بیان کردیم و در مثال یایی یسره همچنین هر تغییراتی که وارد می شد این را بیان کردیم. این دو تا را وعده و یسره را به آخر رسانیدیم. اما وقتی که فعل امر را بیان کردیم گفتیم فعل امری یسره می شود ایسر. فراموش کردیم که بگوییم چرا ما میگوییم ایسر، به خاطر آنه که عین باب کسره هست. ما گفته بودیم که از غیر باب یفعول یعنی باب دوم نباشد و باب پنجم نباشد، فعل امر در ما همزه وصل رو کسره میتیم. مثلا ایسر به مثل اضرب ایسر. پس این مسئله بود که درس گذشته بیانش نکرده بودیم. پس اینها رو از بین میبریم، زیرا اینکه موضوع درس ما و شما از باب فعل یفعلو می شود. اکنون فعل یفعلو باب چهارم هست، باب علم یعلمو. دقت بتید در اینجا پس می نویسیم که علم یعلمو. علم فعل ماضی باب چهارم هست. این باب رو ما و شما تمام اشتقاقهاش هم میدونیم. تمام اشتقاقات چیز گرفته می شود این را میدونیم، زیرا که این صحیح سالم است. ما و شما صحیح سالم با آخر رساندگی هستیم. پس مثال امروزه ما و شما باب وجل یوجلو می باشد. دقت بتید وجل ببینید وجل پس بر وزن چی است؟ فاعل. حرکت ها را ببینید، میزان و موزون هر دو حرکتاش یک است. پس باب چندم بوده است؟ وجله. باب علم باب چهارم. اکنون میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. صاحب کتاب میگوید که مثال واوی از باب فعل یفعلو. ما مثال واوی را از باب دوم خواندیم، ضرب یضربو یکم مثال من بود. دومش اکنون از باب فعل یفعلو بوده است. باید 5 تا باب بیاویم ما. دوم باب فعل یفعلو است، باب علم یعلمو. چی میگوید؟ میگوید الوجلو یعنی که ترسیدن. وجل معناش چی است؟ ترسیدن است. پس میگوید که وجل یوجلو وجلن. پس وجله فعل چی است؟ فعل ماضی است. پس ببینید وجله فعل ماضی است. فعل مضارعش چی می شود؟
جلو یوجلو. دقت دادید؟ وجل 14 صیغه‌اش می شود که وجل، وجلا، وجلو، وجلت، وجلتا، وجلنا، وجلت، وجلتما، وجلتم، وجلت، وجلتما، وجلتن، وجلت، وجلنا. به مثل چی؟ به مثل علیمه. 14 صیغه‌اش به همین طریق میشه، طوری که میگفتیم که علم، علم و علمو تا آخرش. پس وجلم به مثل همین است. برای چی در مثال میگوید؟ گفتیم به خاطر آنی که همانند علمه صرف می شود، چطوری که دیدید شما. پس این فعل ماضی 14 صیغه معلومش بود. فعل مضارع می شود چی؟ یوجل بر وزن یعلمو. دقت بتید، عین با فای کلمه ساکن است. پس در این جمع واو رو حذف نمیکنیم، چطوری که در وعده یعیدو، در وعده در فعل مضارعش حذفش میکردیم. سببش چی بود؟ سببش یای مفتوحه و بعدی واو ساکن کسره باشد، کسره تحقیقی. چطوری که میبینید یعیدو کسره تحقیقی باشد حذف میشود، اما در اینجا حذف نمیشود. چرا؟ زیرا که اینجا در کسره نیست، اینجا فتحه است. پس این به همین شکل خودش می ایستد. 14 صیغه معلومش می شود که یوجلو، یوجلانی، یوجلونه. یوجلو می ترسد. پس ترجمه شد تا آخر خودتون بگویید. می ترسد و یک مرد در زمان گذشته و دو مرد در زمان آینده. می ترسد و هم مردها در زمان گذشته، در زمان آینده. پس تصریف 14 صیغه‌اش می شود که یوجلو، یوجلانی، یوجلونه، توجلو، توجلانی، یوجلنه، توجلو، توجلانی، توجلونه، توجلین، توجلانی، توجلنه، اوجلو، نوجلو. شید 14 صیغه چی؟ 14 صیغه معلوم فعل مضارعی مثال از باب چهارم. دقت دادید؟ پس این با آخر رسید. اکنون صاحب کتاب دیگه درباره مجهول کردن ما را چیزی نمیگوید، اما ما خودمون مجهولش میکنیم. دقت بدید، ما گفتیم در بدان که اگر خواهی که معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح، ما قبل آخر را کسر، اینجا کسره خودش می ایستد، معذرت میخوام زیرا که فعل ماضی است. ما قبل آخر را کسر، اگر کسره نباشد کسره اش میکنیم، لیکن این خودش کسره که است به حال خودش می ایستد. و اولین حرف متحرک را دم میکنیم. پس می شود چی؟ علمه. علمه دانست و یک مرد، علمه دانسته شد. دیدید مجهول شد. اکنون در اینجا چیکار میکنیم؟ به مثل همین ما قبل آخر میبینیم کسره است، به حال خودش می ایستد. اولین حرف متحرک را دمه میکنیم، می شود چی؟ وجله. پس 14 صیغه‌اش رو بگویید. 14 صیغه‌اش چنین می شود که وجله، وجلا، وجلو، وجلت، وجلتا، وجلنا، وجلت، وجلتما، وجلتم، وجلت، وجلتما، وجلتن، وجلت، وجلنا. 14 صیغه مجهولی فعل مضارعش. میگذریم با فعل ماضیش. 14 صیغه مجهولی فعل ماضی. میگذریم با مجهول کردن. چطوری را مجهول کنیم؟ ببینید میگوید که در بدون خوندیم اگر خواهیم معلوم فعل ماضی را مجهول کنیم، ما قبل آخر را فتح کن. این فتح است، به حال خودش می ایستد، ما یگان کار نمیکنیم. و حرف مضارعت را دم کن. اکنون ما حرف مضارعت را دم میکنیم، می شود چی؟ یعلم. دقت دادید؟ می شود یعلم، یعلمو. یعلمو یعنی دانسته می شود. پس در اینجا چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر فتح به حال خودش می ایستد و حرف مضارعت را میبینیم فتحه که است، میگیریم دمه اش میکنیم، میشود چی؟ یوجلو. دقت دادید؟ یوجلو، یوجلو. پس ترسیده شد. یوجلو ترسانده شد در زمانی، ترسانده میشود در زمان آینده، زیرا که فعل مضارع است. ترسانده میشود در زمان آینده. پس میگه که یوجلو، یوجلانی، یوجلونه، توجلو، توجلانی، یوجلنه، توجلو، توجلانی، توجلونه، توجلین، توجلانی، توجلنه،
اوجلو نوجلو. دیدین در اینجا ما یگان تغییرات نکرده ایستادیم، چطوری که در وعده و یسره میکردیم. در یسره کمتر، در وعده زیادتر. کاری که تغییراتی که کرده بودیم درس گذشته در اینجا این کارها نشده ایستاده است. دقت بتید. خب اکنون فهو واجلون، اسم فاعلش چی می شود؟ اسم فاعلش از علیمه اسم فاعل بگیریم میگیم عالمون. دقت دادید چی میگیم؟ عالمون. پس از وجله اسم فاعل بگیریم میگیم واجلون. واجلون یک مردی ترساننده. واجلون اسم فاعلش است. پس 7 صیغه اش رو بگویید. واجلون، واجلان، واجلون، واجلتون، واجلتان، واجلاتون. پس صیغه منتهی الجموعش اصلا می شود که واجلو. دقت دادید؟ واجلو. اما ما درس گذشته قاعده گرفتیم به مثل وعده که اگر از مثال جمعی، مثال واوی جمعی صیغه منتهی الجموع را بیاریم، دو واو جمع می شود. پس چیکار میکنیم؟ واو یکم را قلب به همزه میکنیم، می شود اواجلو. اواجلو صیغه منتهی الجموعی واجلتون می باشد، زیرا که این جمعی مؤنث است. خب اسم فاعلش هم به آخر رسید. اسم مفعولش چیکار میکنیم؟ اسم مفعولش پس ما اگر از علم یعلمو اسم مفعول بگیریم میگه معلومون. دقت بتید اسم مفعولش میشود معلومون. معلومون دانسته شده، یک چیزی دانسته شده. ببینید اکنون از وجله چی طور ما اسم مفعول بگیریم؟ میگیم که موجولون ترسانده شده. دیدید؟ موجولون ترسانده شده. پس 7 صیغه اسم مفعول به این طریق می شود که موجولون، موجولان، موجولون این 3 تا برای مذکر، موجولتون، موجولتان، موجولاتون 3 تا برای مؤنث، مواجلو صیغه منتهی الجموع می شود. صیغه منتهی الجموع چی می شده است؟ مواجلو. مواجلو. در اینجا دیگر ما به مثل در اسم فاعل دو واو جمع میشید، در اینجا دو واو جمع نمی شود. از این حساب در اینجا یگان کار نمی کنیم. مواجلو اسم چی است؟ اسم صیغه منتهی الجموع از اسم مفعول باب وجله. خب موجولون امر از باب وجله. دقت بتید وقتی که میخواهیم ما فعل امر رو بگیریم پس از چی میگیریم؟ از وجله یوجلو. از معلوم یوجلو، یوجلون، یوجلون، توجلو، توجلانی، یوجلن. تا اینجا را نه. اکنون از 7م قسمش توجلو. ببینید تو یعنی که می ترسی تو یک مرد. توجلو. توجلو. اکنون ما میخوایم از این فعل چی بگیریم؟ فعل امر بگیریم. اولین کاری که در فعل امر میکنیم آخرش نگاه میکنیم. حرف صحیح باشد ساکنش میکنیم. ببینید ساکن شد توجل. و حرف مضارعت رو از اولش میگیریم، میبینیم بعد حرف مضارعت ساکن است، حرف ساکندار. احتیاج به همزه وصل داریم، همزه وصل رو میاریم. اکنون همزه وصل رو چی حرکتش بدیم؟ ما نگاه میکنیم از غیر باب یفعلو باشد، از دویم نباشد، از یکم یا که از پنجم باب نباشد، ما گفتیم همزه وصل کسره میتیم. پس اینجا ما کسره اش میتیم. برای چی؟ برای از باب دویم و پنجم نیست، از باب چنده؟
باب چهارم، باب علیمه، باب چهارم. پس می شود ایوجل. اصلش چی؟ ایوجل. وقتی اینجا ایوجل که شد، عرب گفت که این ثقیل است. ایوجل ثقیله، وزمینه. پس میگه که یای واوی ساکن ما قبل کسر را قلب یا میکنه، میگه میشود ایجل. دیده چطور گرفت فعل امر را؟ ایجل. پس این فعل امر هست. ایجل یعنی بترس تو یک مرد. ایجل بترس تو یک مرد. ایجل ایجلا را ایجلا ایجلو ایجلی ایجلا ایجلنا. این شد چند تا؟ 6 صیغه فعل امری. فعل امری بیلوم. پس ایجل را از چی گرفتیم؟ از توجلو. از توجلو. در دفتراتون بنویسید. ایجلا را از توجلانی، ایجلو را از توجلون، ایجلی را از توجلین، ایجلا را از توجلانی، ایجلنه را از توجلنه. در دفتراتون اینها را بنویسید. پس فرقیتاش را میفهمید چیکار کردیم که این خیلی تغییرات شد. پس بیاید ایجل ده نون توکیدی ثقیله بمونیم. چی میگیم؟ ایجل نون توکید ثقیله مونده، میشه ایجلن. لام فتحه میتیم. ایجلن ایجلانی. التقای ساکنه شد، نون کسره دادیم، علتاش درسای گذشته بیان کردیم. ایجلون، اینجا در واو رو حذف کردیم برای سبب التقای ساکنه. ایجلین، یا رو حذف کردیم به سبب التقای ساکنه یا مخاطبه. ایجلون ایجلانی، التقای ساکنه شد، حذفش نکردیم. برای چی؟ شما خودتون دیگر این را میدونید. کسانی که اگر درس را قطعی همراه ما بدید و تکرار کرده استوده باشید میفهمید دیگه که چیکار کردیم اینجا. ایجلنانی، سه نون جمع شد، یک الف رو در برش آورده موندیم، پس شد ایجلنانی. پس این هست با نون توکیدی ثقیله. خفیفه را بیاریم، فقط در سه تشمیه درآید که ایجلن ایجلون، التقای ساکنه شد، واو حذف کردیم. ایجلین، التقای ساکنه شد، یا را حذف کردیم. پس خلاص نون توکیدی خفیفه و ثقیله در اینها همچنین داخل شدند. اکنون صاحب کتاب همین قدر آورد و بس. پس شما خودتون دیگر میتوانید که لم رو بیارید، جازمه کنید. مثلا وجله فعل معلومش چی بود؟ یوجلو. یوجلو، ببینید یوجلو. لم رو اگر بیاریم بمونیم چی میگیم؟ لم یوجل، آخرش ساکن میکنیم. لم یوجل لم یوجلو لم یوجلو، لم توجل لم توجلو لم یوجلنا، لم توجل لم توجلو لم توجلو، لم توجلی لم توجلو لم توجلنا، لم اوجل لم نوجل. پس نترسید گفته ترجمه کردن شروع کنید. لم یوجل یعنی نترسید وای مرد در زمان گذشته و تا آخرش ترجمهش. یا لن رو اگر بیاریم چیکارش میکنیم؟ لن ناصبه. پس میگه لن یوجله، لن یوجله. تا آخرش بگوید لن یوجل لن یوجلا لن یوجلو، لن توجل لن توجلا لن یوجلنا، لن توجل لن توجلا لن توجلو، لو تنجلی لو تنجلا لو توجلنا. با واو قطعی همش واو می استد. لن اوجل لن نوجل. دقت دادید؟ لن اوجل لن نوجل. 14 صیغه مجهولی معلومی ناصبه، فعل مضارع منصوب. خب با همین اکنون صاحب کتاب برای ما و شما باب چهارم بود کرد. پس از این باب ها ما دو تا خوندیم. باب ضرب یضربو، وعده یعدو، و باب علم یعلمو، وجل یوجلو. در جدیدیم که واوها حذف نشه، چطوری که در وعده یعیدو حذف میشد. خب میگذاریم به مثال بعدیمون. مثال واوی از باب فعل یفعلو. باب چندمه؟ باب سیوم. پس این را به آخر رسانیدیم. میبینیم که صاحب کتاب باز چی مثال برای ما و شما میارد. میگد که
باب فعل یفعلو مثال واوی از باب فعل یفعلو و مثل الوضع نهادن. الوضع را معنیش چیه؟ نهادن، ماندن. مثلا وضع. ببینید وضع بر وزن چیه؟ فعل. وضع بر وزن فعل. پس وضع از باب چنده؟ باب چهارم. به مثل چی؟ به مثل فتح. ببینید فتح یفتح. ببینید ما مثال ها را دیگر با ف و عین لام نمیاریم، با اصل باب صحیح سالم قطعی میاریم تا اینکه شما بفهمید که تغییرات چی شده ایستاده است. فتح یفتح و مثل وضع. ببینید وضع یفتح. اصل می شود این چطوره که در وعده نوشته بودیم یودعو، اما این غلط است. یودعو اما صحیحش چی می شود؟ صحیحش یدعو. پس معلوم شد که رنگ وعده واو چی شد؟ حذف شد. چرا واو حذف شد؟ زیرا که ما در قاعده گفتیم که واو ساکن در بین یای مفتوحه یا حرف مضارع مفتوح و بعدش گفتیم در وعده یوعدو، بعدش گفتیم کسره تحقیقی یعیدو، کسره تحقیقی، یا گفتیم کسره تقدیری. انا اینجا کسره تقدیری است. پس در اینجا می نویسیم در مثال تقدیری که یدعو. پس یدعو. پس اکنون قاعده ای که درس گذشته نوشته بودیم پره شد. یعیدو کسره تحقیقی ای، یدعو کسره لیکن کسره تقدیری ای. در کجای کسره تقدیری؟ در ان همین حرف داد نه که یک کسره دارد این، اما این کسره در تقدیرش است که ما فتحش دادیم. چرا فتحش داده؟ عربا میگیم که برای چی کار کردی؟ میگد که به خاطر آنه که عین حرف حلق است، حرف صعب و قین است. اگر پیش از عین را کسره بمونیم، کسره خودش قین است، دو قینی دو وزمینی یک جای جمع شد، بسیار مشکلی ایجاد کرد. عرب میگه که بله اینجا اصلش یودعو ای، اما به خاطر حرف حلق ما این را چی دادیم؟ فتحش دادیم. دقت دادید؟ این را میگه ما فتح دادگیم. اصل چی است؟ اصل میگه کسره. این داد اصلش کسره. برای این خاطر رنگ یعیدو برای ببینید یدعو واو حذف شد. و ما در صاحب کتاب نگفته بود که کسره تحقیقی و تقدیری، اما ما قش کردیم، همراه کردیم. برای چی؟ به خاطر گفتیم قاعده‌مون کامل شود، پره شود. برای خاطر این قاعده که درس گذشته گفتیم، یک بار دیگر میگیم واو واقع شد بین یا حرف مضارعت مفتوحه و کسره تحقیقی یا کسره تقدیری واو حذف کرده می شود. پس در اینجا واو حذف میکنه می شود یدعو، واو از بین رفت. دقت دادید؟ پس این هست تغییرات. خب میگه مثال واوی از باب فعل یفعلو الوضع نهادن وضع. پس بیایید وضع را اکنون 14 صیغه‌اش رو بگوییم. وضع یعنی که ماند. 14 صیغه‌اش می شود وضع وضعو، وضعت وضعتا وضعنا، وضعت وضعتم وضعتم، وضعت وضعتم وضعتن، وضعت وضعنا. 14 صیغه معلومش. اکنون یدعو این غلط است. چرا گفتم این واو حذف می شود. پس یدعو 14 صیغهش می شود یدعو، یدعانی، یدعون.
تضع تضعانی یضعن، تضع تضعانی تضعون، تضعین تضعانی تضعن، اضع نضع در 14 صیغه‌اش واو حذف شدگی است. دقت دادید؟ اکنون میگذاریم به مجهول کردنش. چطور مجهولش میکنیم؟ ما خواندیم در بدون که اگر خواهی معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی ما قبل و آخر رو فتح کن. اگر فتحه نباشد، معذرت میخوام، فعل ماضی ما قبل و آخر رو کسر کن. اکنون ما قبل و آخر چیکار میکنیم؟ کسره میکنیم. اولین حرف متحرک رو دم کن، دمه کردیم شد چی؟ فتحه. فتحه. اکنون در اینجا هم همین کارا میکنیم. ما قبل و آخر حرف ضاد است، کسره اش میتیم. اولین متحرک حرف واو است، دمه اش میتیم. میشود چی؟ وضع، گذاشته شد، مانده شد. مانده شد یعنی کسی در جای دیگر ماند. مانده شد به معنای بی‌فرج شد نه. یعنی کسی در جای ماند، ما نمیدونیم کی ماندگی است، مجهولش. وضع مانده شد یا گذاشته شد. پس 14 صیغه‌اش به این طریق می شود: وضع وضع وضعوا، وضعت وضعتا وضعنا، وضعت وضعتما وضعتم، وضعتی وضعتما وضعتن، وضعت وضعنا. دقت دادید؟ 14 صیغه مجهولی فعل ماضی وضع. بابی سیوم، مثال بابی سیوم. اکنون فعل مضارع چطور مجهولش میکنیم؟ ما در کتابی بدون خوندیم اگر خواهی که معلوم فعل مضارع را مجهول کنی ما قبل و آخر رو فتح کن. میبینیم فتحه است، به حال خودش میایستد. ما ایره یگان کارش نمیکنیم. پس حرف مضارعت رو میگه دم کن، دمش میکنیم. میشود چی؟ یفتحو. دقت دادید؟ میشود یفتحو، یعنی کشاده میشود در زمان آینده. اکنون دیگر این برای ما در کار نیست، اصلش هم تغییر میتیم. اصل چطوره که در وعد یوعدو گفته بودیم که یوعدو را تغییر میتیم. در اینجا هم ما میبینیم ما قبل آخر فتحه است در فعل مضارع، به حال خودش میگذاریم. حرف مضارعت رو دم میکنیم، میشود یوضعو. یوضعو. پس یوضعو گذاشته میشود، مانده میشود ترجمهش، و مرد در زمان آینده. پس 14 صیغه‌اش میشود. ببینید اولا که واو به حال خودش ایستاد. چرا؟ یک کس بگه که در یضعو حذفش کردی، چرا در اینجا حذفش نمیکنی؟ میگم به دو سببه که ما گفتیم که یا مفتوحه، این یا مفتوح نیست دیگر. این یا دیگر مفتوح نیست. برای همین خاطر قاعده ما شکست. یا مفتوحه و بعدش کسره تحقیقی یا تقدیری باشد، بعد واو حذف میشود. به مثل این اینجا در ما میبینیم که واو ساکن است، ما قبلش فتحه نیست، ما قبلش ضمه است. پس به حال خودش میایستد. واو میایستد، این اصل است. در اینجا چوه گفته پرسیده نمیشود. چرا؟ زیرا که این اصل است، در اینجا حذف نشد. اما اینجا وقتی کم میشود، حذف میشود، این را باید بپرسیم که چی ده کم شد. اما وقتی اصلی که بیاید چی ده گفته نمیگیم، برای اصلش همین طور است. پس 14 صیغه‌اش میشود که یوضع یوضعان یوضعون، توضع توضعان یوضعن، توضع توضعان توضعون، توضعین توضعان توضعن، اوضع نوضع. پس این هست 14 صیغه مجهولی فعل مضارعی وضع یضع. خب اکنون میگذاریم به اسم فاعلش، میشه واضع. رنگی فتحه اسم فاعلش چی بود؟ فاتح. ببینید فاتح یعنی یک شخصی کشاینده. پس وضع می شود واضع. واضع یک شخصی میماندگی. دیدید؟ واضع اسم فاعل است. پس 6 صیغه دارد و صیغه منتهی الجموع قطع 7 صیغه. پس میگیم واضع واضعان واضعون، واضعة واضعتان واضعات. صیغه منتهی الجموع میشد وواضع. دو واو جمع شد، واو یکم رو قلب همزه میکنه، میشه اواضع. پس اواضع صیغه جمعی، صیغه منتهی الجموع وضع هست. اسم فاعل وضع صیغه منتهی الجموعش چی میشود؟ اواضع. این چه طریق قاعده‌اش بارها نوشتیم، دیگر احتیاج به نوشتن نمانده است. خب
اسم مفعولش می شود موضوع. اسم مفعولش چی می شود؟ موضوع. و مثل چی؟ فتحه را اگر ما اسم مفعول بگیریم چی میگیریم؟ میگیریم مفتوح. دقت بتید، مفتوح. مفتوح یعنی کشوده شده. مفتوح کشوده شده. پس وضع را اسم مفعولش می شود موضوع، یعنی چیزی گذاشته شده. ببینید موضوع. پس این هم 7 صیغه دارد، 3 مذکر و 3 مؤنث، یا تا صیغه منتهی الجموع. میگیم چی؟ موضوع، موضوعان، موضوعون، موضوعة، موضوعتان، مواضع. صیغه منتهی الجموعش می شود مواضع. مواضع. پس این هست اسم مفعول وضع. خب بعد از این چی میگوید؟ الامر منه. پس ما میخواهیم فعل امر را بگیریم. فعل امر را چخیل میگیریم؟ از فعل مضارع معلوم مخاطب میگیریم. پس میگیم که یدعو، یدعان، یدعون، تدعو، تدعانی، یدعن. این 6 تا غایبه، از اینجا فعل امر نمیگیریم. اگه بعد از این میگیریم، از 7م صیغه، از 7م شکل میگیریم که تدعو. دقت بتید، تدعو یعنی میگذاری تو یک مرد. تدعو میگذاری تو یک مرد. چیکارش میکنیم؟ حرف آخرش نگاه میکنیم. حرف صحیح هست ساکینش میکنیم. ساکین. خب حرف مضارعت رو از اولش میگیریم. حرف مضارعت رو میگیریم، بعدش میبینیم حرف حرکت داره، احتیاج به همزه وصل نداریم. پس همزه وصل نمیاریم، میشود دع، یعنی بمون فعل امرش. دیدید فعل امر چخیل میگیریم؟ دع. پس میشود که دع، دعا، دعو، دعی، دعا، دعنا. 6 صیغه امری بیلوم. پس میگیم دع را از تدعو گرفتیم، دعا را از تدعانی گرفتیم، دعو را از تدعو نگرفتیم، دعی را از تدعی نگرفتیم، دعا را از تدعانی گرفتیم، دعنا را از تدعنا گرفتیم. اصلشون در دفتراتون نوشته کنید. خب بعد از این چیکار میکنیم؟ بعد از این در دع نون توکیدی ثقیله میاریم. میگیم دعن، اینا فتحه میتیم. دعن در 6 صیغهش میدورد نون توکیدی ثقیله. میگیم دعن، دعان، دعون. ببینید دعون واو حذف کردیم به سبب التقاء ساکنین. دعین یا را حذف کردیم به سبب التقاء ساکنین. دعین، دعانی، دعنانی. 3 نون جمع شد، الف فاصله را آوردیم شد دعنانی. دعنانی نون توکیدی ثقیله را کسره دادیم. برای چی؟ این را بارها تکرارش کردگی هستیم. خب با نون توکیدی خفیفه میاریم. دعن نون ساکنه، این را فتحه میتیم، میشه دعن، دعون. اصل دعون واوی جمع، ضمیر جمع حذف کردیم برای التقاء ساکنین. دعین اصل دعین، یا ساکنه، نون ساکنه یا را حذف کردیم برای پیش خودش چی دارد؟ دلیل دارد، یعنی که اشاره دارد که در این جای یا حذف شدگی است. پس با همین فعل امر به آخر رسید، فعل امری دع. پس باقی ماندهش شما خودتون بیارید. مثلا یدعو را اگر ما در اولش لام جازمه بیاریم، پس می شود که لم یدع، آخرش چیکار میکنیم؟ ساکین. پس 14 صیغهش می شود که لم یدع، لم یدعا، لم یدعو، لم تدع، لم تدعا، لم یدعنا، لم تدع، لم تدعا، لم تدعو، لم تدعی، لم تدعا، لم تدعنا، لم اضع، لم ندع. 14 صیغه معلوم فعلی جهت. با مجهولش کنید. لم یوضع، یوضع واو برمیگرده، زیرا که در مجهول گفتیم برمیگرده، آخرش ساکن میکنیم خلاص. لم یوضع، لم یوضعا، لم یوضعو تا آخرش بگویید. بعد از این اگر که خواستید ناصبه هم بیارید، مثلا لن، لن. پس آخرش چی میکند؟ آخرش فتحه.
لن یدع لن یدعا لن یدعو لن تدع لن تدعا لن یدعنا لن تدع لن تدعا لن تدعو لن تدعی لن تدعا لن تدعنا لن ادع لن ندع. پس این 14 صیغه مجهول حالت نصب بودن فعل مضارع. خب و بعد از این میتونید که دیگر امر غایب رو بیارید. در اولش یک چی میمونیم؟ لام میمونیم. در اولش یک لامی کسره دار میشود لیدع، آخرش ساکن میکنیم. لیدع لیدعا لیدعو لتدع لتدعا لیدعنا لتدع لتدعا لتدعو لتدعی لتدعا لتدعنا لادع لندع. 14 صیغه امری بالام. باز میتونید نون توکید خفیفه ثقیله را که بارها آوردیم همون طور بیارید و در دفتراتون نوشته بکنید. پس بابی سیوم مثال واویش هم به آخر رسید. پس تا به حال ما از این 5 تا 3 تا را گرفتیم. بابی دوم را گرفتیم وعده یعیدو مثال واوی. بابی چهارم را گرفتیم وجله یوجلو. و بابی سیوم را گرفتیم وضع یضع. 3 تاش رو گرفتیم، 2 تا دیگرش ماندگی است. از یک باب گفتیم نمیآید، از بابی نصر ینصرو مثال واوی ندارد. پس 2 باب دیگر مانده است. بیایید آن 2 باب را همچنین خواهیم گرفت. دقت بتید چی میگوید؟ میگوید که و از باب فعل یفعلو. باب فعل یفعلو چنده؟ باب ششم. باب ششم الورمو آموسیدن. آموسیدن ورم کردن، ورم کردن، دم کردن. ورم یریمو ورمن. ورم اکنون از بابی چند بوده؟ بابی ششم. بابی ششم بابی چی های؟ حاسب. حاسب. فعل مضارعش یحسبو. یحسبو. پس مثال از این وریمه، دقت بتید، وریمه فعل ماضی بابی ششم، فعل ماضی مثال. و اصل باید چی شود؟ یوریمو. زیرا که واو دارد می شود یوریمو. اما گفتیم که این غلط است. پس در اینجا ما اعلال میکنیم. تغییرات وارد که شد شید یریمو. دقت دادید؟ یریمو. واو حذف شد. برای چی حذف شد؟ اینا میدونید از درس گذشته، در این درس هم یک بار دیگر تکرار کردیم. واو ساکن، واو واقع شد در بین حرف مضارعات مفتوح یا یای مفتوحه و کسره تحقیقی رنگ یعیدو. کسره تحقیقی یا تقدیری اگر واقع شد، اینجا تقدیری نیست، تحقیقی های و مثل یعیدو های. واو رو حذف کردن شد یریمو. دقت دادید؟ وریمه یریمو، اصلش یوریمو بود. واو حذف کردن همون قاعده ای که ما و شما میدونیم که حرف یای مفتوح و پیش از واوی ساکنه و بعدش کسره تحقیقی واو حذف می شود. خب اکنون میگذاریم به صرف کردن این. میگیم وریمه 14 صیغه‌اش می شود وریمه وریما وریمو. وریمه نه ورم کرد، وای مرد. وریما ورم کردن، وای ها 2 مرد تا آخرش شما خودتون ترجمهش رو بیان کنید. پس می شود وریمه وریما وریمو. وریمت وریمتا وریمنا. وریمت وریمتم وریمتم. وریمتی وریمتم وریمتن. وریمتو وریمنا. 14 صیغه معلوم فعل مضارعی بابی فعل ماضی بابی ششم از مثال که اولش حرف چیه؟ حرف علت است. دوم فعل مضارعش اصل یوریمو بود، واو حذف کردیم شد چی؟ یریمو. پس 14 صیغه یریمو به واو می شود. چی میگیم؟ یریمو یریمانی یریمونه. یریمو یعنی ورم میکند وای مرد در زمان آینده. یریمو یریمانی یریمونه. تریمو تریمانی یریمنه. تریمو تریمانی تریمونه. تریمین تریمانی تریمنه. اریمو نریمو. 14 صیغه معلوم فعل
مضارع باب ششم از مثال. دقت دادید؟ این هم با آخر رسید. بعد از این چیکار میکنیم؟ این را مجهول میکنیم. ما در بدون خوندیم در فعل ماضی اگر خوی معلوم فعل ماضی را مجهول کنی ما قبل آخر را کسر کن اگر کسره نباشد، اما اینجا کسره است و اولین حرف متحرک را دم کن، میشود چی؟ حسیبه، حساب کرده شد. پس وریمه به همین کار میکنیم، نگاه میکنیم فعل ماضی معلوم رو ما قبل آخر اگر کسره نباشد ما کسره اش میکنیم، اما این کسره است به حال خودش میایستد. اولین حرف متحرک حرف واو است، دمه اش میکنه میشود وریمه. پس 14 صیغه‌اش به این طریق میشود که وریمه، وریما، وریمو، ورم کرده شد و مرد در زمان گذشته ترجمهش. پس تا آخر ترجمهش شما خودتون بگویید، 6 تا غایب و 6 تا مخاطب و 2 تا متکلم. پس میشود وریمه، وریما، وریمو، وریمت، وریمتا، وریمنا، وریمتا، وریمتما، وریمتم، وریمتی، وریمتما، وریمتن، وریمتو، وریمنو. 14 صیغه‌اش. پس میگذاریم در مجهول کردن فعل مضارع. پس ما در بدون خوانده بودیم که اگر خواهی که معلوم فعل مضارع را مجهول کنی ما قبل و آخر را فتح کن. ببین اینجا کسره است، میگیریم فتحش میکنیم و حرف مضارعت را دم کن اگر دمه نباشد. اینجا دمه نیست ما دمش میکنیم، میشود چی؟ یحسبو، حساب کرده میشود. دقت دادید؟ اکنون ما میخواهیم این را هم مجهول کنیم. از این مجهول میکنیم که از این؟ از اصل مجهول میکنیم، از این نه. اینجا ما واو حذف کردیم، این دیگه برای ما در وقت مجهول ما از اینجا مجهول نمیکنیم، از این مجهول میکنیم. پس میگیم که یوریمو اصل. اگر میخوای معلوم فعل مضارع مجهول کنیم ما قبل و آخر فتح کن. پس حرکت این ری رو میگیریم و چیکارش میکنیم؟ فتحش میتیم و حرف مضارعت رو دم میکنیم. چی میشود؟ یورمو. دقت داده؟ یورمو. پس واو در اینجا حذف نمیشود در مجهولش. یورمو برای چی؟ به خاطر اینکه گفتیم ما واو واقع شود بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی یا تقدیری بعد حذف میشود. پس در اینجا نه یای مفتوحه است و نه کسره تحقیقی است نه کسره تقدیری، هیچ کدامش نیست. از این حساب واو در جای خودش می ایستد. پس میگیم 14 صیغه‌اش به این طریق که یورمو، یورمانی، یورمونه، تورمو، تورمانی، یورمنه، تورمو، تورمانی، تورمونه، تورمینه، تورمانی، تورمنه، اورمو، نورمو. 14 صیغه مجهول فعل مضارع باب ششم از مثال. خب بعد از این چیکار میکنیم؟ بعد از این میگوید که وضع یضع، یضع را گفتیم اصلش یوضع بود، کسره تحقیقی بود، اصل یضع بود، به خاطر یوضع بود، به خاطر عین ما خودمون این را چیکار کردیم؟ فتحش دادیم. این یضع اصل یضع کسره، نه که به خاطر حرف حلق ما این را چیکار کردیم؟ فتحش دادیم. خب این قاعدهش پیشتر گفته بودیم. بله این را ما خوندیم. فعیل یفعلو داشتیم. وریم آموسیدن، وریم یریمو، ورمن، ورمن مصدر است یعنی که ورم کردن. فهو وارمون، اسم فاعلش چی بوده است؟ وارمون. به مثلی حاسبه را اگر اسم فاعلش بگیریم چی میگیم؟ میگیم حاسبون. ببینید حاسبون. پس ورمه را، وریمه را اسم فاعلش میشود وارمون یا ورم کننده. ترجمهش یک ورم کننده. پس 7 صیغه‌اش به این طریق میشود: وارمون، واریمانی، واریمونه، 3 تا مذکر، واریمتون، واریمتان، واریماتون، 3 تا مؤنث. جمعی صیغه منتهی الجموع که اول در واو داره چی میشود؟ و واریمو. دو واو جمع شد، پس می نویسیم که اواریمو، واریمو. این صیغه چیه؟ منتهی الجموع. این همزه اصلش واو بود، ما این همزه کردیم برای اجتماعی دو همزه متحرکه. خب بعد از این اسم مفعول، اسم مفعولش چی می شود؟ مورومون. اسم مفعولش می شود که مورومون. پس ما از بابی حسبه یحسبو اسم مفعول بگیریم چی می شود؟ دقت بتید می شود که محسوبون. محسوبون. پس از وریمه اگر اسم مفعول بگیریم می شود مورومون. مورومون ورم کرده شده.
مورومون. پس 7 صیغه‌اش به این طریق می شود که مورومون، مورومانی، مورومون، مورومتون، مورومتانی، موروماتون و صیغه منتهی الجموع می شود مواریمو، مواریمو. با همین اسم مفعول هم با آخر رسید. فهو واریمون. فعل امر چه میگیریم؟ از فعل مضارع مخاطب معلوم میگیریم. یریمو، یریمون، یریمون، تریمو، تریمون، یریم. نه، از صیغه هفتم شکل میگیریم که تریمو، یعنی که ورم میکنی تو یک مرد. ببینید تریمو، تریمو. از آن همین صیغه ما فعل امر میگیریم. برای امر فعل مضارع مخاطب معلوم. پس آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست، ساکن میکنیم و حرف مضارعت رو میگیریم، میشود چی؟ ریم. ریم فعل امر. رنگی وعده یعود میگیم عید. عید فعل امر میشه، اینجا ریم فعل امر میشه. ریم یعنی ورم بکن تو یک مرد. پس 6 صیغه‌اش میشود ریم، ریما، ریمو، ریمی، ریما، ریمنا. دقت دادید؟ 6 صیغه است. پس میگیم که ریم رو از تریمو گرفتیم، ریما رو از تریمانی گرفتیم، ریمو رو از تریمونه گرفتیم، ریمی رو از تریمینه گرفتیم، ریما رو از تریمانی گرفتیم، ریم نره از تریم نگرفتیم. در دفتراتون نوشته، اصلش همچنین ببرارید. خب اکنون ریم شد. ما میخوایم در ریم نون توکید ثقیله جا کنیم. چی میگیم؟ میم فتحه میته میشه و ریمن، یعنی که حتما باید تو مرد ورم بکنی. پس میگیم ریمن، ریمن، ریمان، ریمون. واو رو حذف کردیم. ریمین یا رو حذف کردیم. ریمانی، ریمنانی. سه نون جمع شد، الفی فاصله رو آوردیم ماندیم. درباره‌اش به تفصیل گپ زده گستیم. در دفترتون بنویسید، با خوبتر میفهمید. نون توکید ثقیله آوردیم، نون توکید خفیفه میاریم. چی میگیم؟ دسته تاش میدروید. از 6 صیغه دسته صیغه میدروید. ریمن یعنی حتما باید تو مرد ورم کنی. ریمون حتما باید شما مردها ورم کنید. واو رو حذف کردیم. ریمون واو ساکنه، نون ساکن. واو رو حذف کردیم. برای پیش خودش دمه دلیل است برای واو. ریمین اصلا چی بود؟ ریمین یا رو حذف کردیم. یعنی باید تو ورم بکن یک زنی، یک زن. می شود ریمین، ریمین. خب مثل عید هست، مثل عید هست. چخیلی که وعده یعیدو رو میگفتیم عید، عیدو، عیدو، عیدی، عیدو، عیدنا. پس نون توکید خفیفه را میدارد، نون توکید ثقیله را. این هم به مثل همین است. هرچ یک نمود فعل امر گرفته می شود. بعد از این اکنون ما از این 5 تا 4 تاش رو گرفتیم. پنجمش رو میگیریم، آخرانش میگد که و اسباب فعول یفعلو الوسم. اسباب فعول یفعلو اسباب چنده؟ باب پنجم. الوسم داغ نهادن، داغ مثلا سوزاندن یا یگان پیماندن، همین را چی میگن؟ وسم. اما این وسم اصلا زیبا شدن رو میگوین. معذرت میخوام، وسم، بله وسم زیبا شدن است. این داغ نهادن وسم یسیمو است، به مثل وعده یعیدو. بعد داغ نهادن میشود. در اینجا ترجمه غلط است، اما ما با ترجمهش کار نداریم. چرا؟ زیرا که ما میخواهیم وزن یاد بگیریم، اما ترجمهش چی میشه؟ به لغت برمیگردیم. به مثل که یسره را مثلا آسان گرفتن، قمار بازی کردن، میشه هر کدامش بگیم. اما اصل لغت در برگشتن که لغت چی گفتگی است. حالا ما اینها را برای چی تغییرات وارد میشد برای اون میخونیم. ما به معناش اونقدر دقت سخت نمیدهیم. پس وسم اصلا به معنای زیبا شدن است. داغ نهادن اینا میگن وسامه. وسامه یعنی چی؟ یعنی داغ نهادن. اما اون داغ نهادن از وسم یسیمو ای بابی وعده یعیدو ای بابی فعل ضرب یضربو بابی دوم. به هر صورت وسم یوسمو زیبا شد، زیبا می شود. یا داغ نهاد، داغ می نهد، داغ می ماند. اکنون ما حالا می خواهیم از بابی پنجم،
از باب پنجم مثال ها را بگیریم. دقت بتید. میگوید که باب پنجم چی بود خواندگیمون؟ حسن یحسن یحسن. دقت دادید؟ حسن یحسن. اکنون مثال واوی از باب حسن یحسن مانندی و سوم یو سومو. دقت دادید؟ یو سومو. انا همین فعل چی است؟ فعل مثال واوی از باب ششم. چیکار میکنیم در اینجا؟ و سوم یو سومو. اولا و سوم 14 صیغه فعل ماضیش میشود و سوم و سوما و سومو. و سوم میشود بگه که داغ نهاد وی مرد در زمان گذشته، یا میشود زیبا شد وی مرد در زمان گذشته. و سوم و سوما و سومو و سومت و سومتا و سومنا و سومت و سومتما و سومتم و سومتی و سومتما و سومتن و سومتو و سومنا. 14 صیغه معلوم فعل ماضی. اکنون معلوم فعل مضارعش یوسومو. 14 صیغه‌اش میشود یوسومو یوسومانی یوسومونا، توسومو توسومانی یوسومنا، توسومو توسومانی توسومونا، توسومینا توسومانی توسومنا، اوسومو نوسومو. 14 صیغه‌اش. پس یک کس ما را سوال کند چرا واو در رنگ به مثل اینجا حذفش نکردی؟ چی میگیم؟ میگیم بله واو واقع شد بین یای مفتوحه اما کسره نیست، از این حساب واو حذف نمیشود، به حال خودش میایستد. باید ما در یک کسره تحقیقی به مثل یعیدو یا تقدیری به مثل یدعو ما در یک از این دو کسره‌اش باشد بعد حذف میشود. اینجا در این کسره هر دوش که نیست، از این حساب اینجا حذف نشد. این را در ذهنتون داشته باشید. خب اکنون چی میگه؟ باز برمیگرده به مجهول کردن اینها. اگر خواهی به مثل گپ بدون، اگر خواهی معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی ما قبل آخر مجهول فعل ماضی رو مجهول کنی ما قبل آخر رو کسر کن. ما قبل آخر چیکار میکنیم؟ کسره. و حرف مضارع و اولین حرف متحرک رو دم کن، میشوه حسینه. دقت دادید؟ حسینه. حسونه زیبا شد، حسینه همچنین چی شد؟ زیبا گردانده شد. اما این یادتون باشه گفتم دیدیم که این مجهول به حرف می شود. میشه بگیم که حسن بیها یا حسن بیهی. برای حسن مردانه است، حسن بیهی. به هر صورت برای ما این ترازو است. اکنون یاد میتید دیگر اون مجهول میشه و نمیشه صرف میگه من کار ندارم به این، من ترا میگم که همین کارا بکن مجهول است. اما اون مجهول میشه و نمیشه این گپی چیه؟ گپی نحوی. برای قطعی نحو میگه دعوا کن. خب این را مجهول میکنیم. اگر خواهی معلوم فعل ماضی رو مجهول کنیم ما قبل آخر رو کسر کن، کسر کردیم و اولین حرف متحرک رو دم کن، دم کردیم. چی؟ وسیمه. پس وسیمه همچنین به معنای زیبا شد یا داغ نهاده شد. این همچنین فعل چیه؟ لازمه. پس میگیم وسیمه بیهی، وسیمه بیهی. پس اکنون وسیمه در این جهت مجهولش میکنیم موافق قاعده صرفی یا موافق قاعده نحو. این وسیمه همین طور میسته وسیمه بیهی، وسیمه بیهما، وسیمه بیهیم، وسیمه بیها، وسیمه بیهما، وسیمه بیهن، وسیمه بیکا، وسیمه بیکما، وسیمه بیکم. این طور تصریف میشود اصلا. اما ما چطوری که ترازو هست همون طور میگیم وسیمه وسیما وسیمو، وسیمت وسیمتا وسیمنا، وسیمتا وسیمتما وسیمتم، وسیمتی وسیمتما وسیمتن، وسیمتو وسیمنو. زیرا که ما حالا ترازو خوانده ایستادیم، ما وزن میکشیم. چرا که ترازو را در بالاش هر چی را بر میکشد، نه اگر که آب هم بمونی میکشد، خاک هم بمونی میکشد، هر چی را بمونی میکشد. اکنون صرف ترازو است، میزان است، میکشد. ما کشیده ایستادیم. اکنون فعل مضارع را مجهول میکنیم. ما و شما از قاعده خواندگیمان خوانده بودیم که اگر خواهی که معلوم فعل مضارع را مجهول کنیم ما قبل آخر چیکار کن؟ فتح کن. ما قبل آخر اینا فتحش کردیم. و حرف مضارعت را دم کن، دمش کردیم. چی؟ یحسنو. اما در این جمع باید بگیم یحسنو بیهی، زیرا که این طور نمی شود. اما به هر صورت یحسنو. و این را وقتی که ما حذف میکنیم، وقتی که ما مجهول میکنیم چیکار میکنیم؟
ما قبل آخر رو فتح میکنیم، دمه را میگیریم فتحه میکنیم و حرف مضارعت رو دم میکنیم، میشود یوسمو، داغ نهاده میشود یا زیبا گردانده میشود ترجمهش. پس 14 صیغهش یوسمو یوسمان یوسمون، توسمو توسمانی یوسمن، توسمو توسمانی توسمون، توسمین توسمانی توسمن، اوسمو نوسمو. 14 صیغه مجهول فعلی مضارعش. وسمن، وسم یوسم وسمن. وسمن چی است؟ مصدر است. فهو واسمون. واسمون اسم چیه؟ اسم فاعل به مثل حاسبون واسمون. واسمون اسم چی می شود؟ اسمی به مثل حاسنون، این هم می شود واسمون. اما اینجا ما یادتون باشه در باب پنجمی 22 باب صرفی گفتیم که از این اسم فاعل نمی آید. چرا؟ زیرا که فعل لازم است. از این صفت مشبهه می آید. بعضی فعل‌ها هسته که اسم فاعل ندارن، برای وزن فاعل صفت مشبهه است. در اینجا خوان صفت مشبهه را تقریبا 8 وزنش یا 10 وزنش در اینجا خوانده بودیم. پس اینجا ده حسن، حسن یحسن حسنون صفت مشبههش می شود. اینجا ده وسم یسمو وسیمون به مثل شرف یشرف شریفون بود که اینجا ده وسم یوسمو وسیمون صفت مشبهش می شود. اما در اینجا آورده است که واسمون، چطور گفتیم که این ترازو است که میکشد هر چی را، پس می شود چی؟ واسمون. پس واسمون به مثل حاسنون وزن گرفته شد. پس 6 صیغه‌اش می شود یا 7 صیغه‌اش. 3 مذکرش می شود واسمون واسمانی واسمونه، 3 مؤنثش می شود واسمتون واسمتان واسماتون و صیغه منتهی الجموش می شود اواسم. اصلش چی بود؟ وواسم. دو واو جمع شد، واو یکم رو قلب به همزه کردیم، شد اواسمو. این صیغه منتهی الجموع تنوین قبول نمیکنه، در نحو خوانده بودیم. موسومون اسم مفعول هست، اما از حسن یحسن اسم مفعول نمیه گفته بودیم. اما اگر بیاره میشه محسونون. پس این ترازو همینطور کشیده میشود یعنی. پس موسومون اسم مفعول شد. موسومون 7 صیغه دارد. موسومون موسومانی موسومونه یعنی زیبا گردانده شد و یک شخص، موسومانی زیبا گردانده شدن و یهو دو شخص، موسومونه و زیبا گردانده شدن و یهو همه شخصا، همه مرد. این سه تا مردانه بود. موسومتون زیبا گردانده شد و یک زن، موسومتانی 2 زن، موسوماتون جمع زنها. اکنون صیغه منتهی الجموع هفتمش چی می شود؟ مواسمو. مواسمو. پس این را به آخر رسوندیم. امر از این وقتی ما میخوایم امر بگیریم از فعل مضارع معلوم میگیریم. مثلا یوسمو یوسمانی یوسمونه، توسمو توسمانی یوسمونه. این 6 دانه. بعد از این چی می شود؟ انت توسمو، یعنی تو زیبا میشوی مرد در زمان آینده. توسمو. ببینید توسمو. پس ما از این فعل امر چه خیلی میگیریم؟ میگه اگر میخوای فعل امر بگی اول آخرش نگاه که حرف صحیح هست، آخرش ساکن که میشود توسم. و حرف مضارعت رو بگیر. حرف مضارعت رو گرفتیم واو ساکن است، با ساکن کلمه را گفته نمی شود. احتیاج به چی داریم؟ به الفی، به همزه وصل داریم. همزه وصل آوردیم. نگاه میکنیم اگر از باب یفعلو باشد، از باب دوم، از باب یکم یا از باب پنجم، همزه وصل را دمه میتیم، میشه اوسم. این حسن حسن باب پنجم است. پس معلومه باب پنجم که است دمش میتیم، میشه اوسم. اوسم یعنی زیبا شد تو یک مرد. پس فعل امرش میشود اوسم، اوسما، اوسمو، اوسمی، اوسما، اوسم نه. پس میگیم اوسم را از توسمو گرفتیم، اوسمانی را از اوسما را از توسمانی گرفتیم، اوسمو را از توسمو نگرفتیم، اوسمی را از توسمی نگرفتیم، اوسمانی را از توسمانی گرفتیم، اوسمنه را از توسم نگرفتیم. پس اصلی گرفتم، زیرا که از مضارع مخاطب گرفتیم. بعد از این ما میخوایم در این نون توکیدی ثقیله بیاریم. چی میشود؟ اوسمن. میم فتحه میتیم اوسمن. پس به این طریق میگیم که اوسمن، اوسمان، اوسمون،
اوسومین، اوسومان، اوسومنانی. 6 صیغه به نون توکیدی ثقیله همش ده میدروید. خفیفه در 3 تاش میدرد. اوسومن، اوسوما، اوسومون، اوسومین. در 3 تای خالش میدروید و چی در اینجا حذف شد در دفتراتون شما خودتون بنویسید که بارها این را تکرار کردیم. و بعد از این و فعل نهی از این می شود لا توسم. لا توسم زیبا نشود. ترجمه بگیریم داغ نگذار، داغ نگذار. لا توسم. پس 14 صیغه‌اش می شود که لا توسم، لا توسما، لا توسمو، لا توسمی، لا توسما، لا توسمنا، لا یوسم، لا یوسما، لا یوسمو، لا یوسمی، لا یوسما، لا یوسمنا، لا اوسم، لا نوسم. این 14 صیغه چی شد؟ 14 صیغه فعل نهی. و اگر که در فعل نهی ما فعل نهی ده همچنین نون توکید می‌دارد نه، اگر نون توکید بدون میگیم که لا توسمن، لا توسمان، لا توسمون، لا توسمین، لا توسمان، لا توسمنانی. این نون توکیدی ثقیله قدی خفیف فقط در 3 تاش می‌دارد. لا توسمن، لا توسمون، لا توسمین. در 3 تا مخاطب در غایب همین طور در 3 تاش می‌دارد و در 2 تا متکلم می‌دارد. پس این بود مثال های واوی. مثال های واوی چطوری که آوردیم از 5 باب آوردیم نه؟ از باب یکم نمیآید گفتیم خوب نیست. از باب دوم آوردیم وعده یعدو، باب دوم است. از باب سیوم آوردیم وضع یضع، از باب سیوم است، 2 تا شد. و سیوم از باب 4 آوردیم وجله یوجلو، 3 تا شد از 5 تا. و باب 5 از باب حسن یحسن آوردیم وسم یوسمو، 4 تا شد از این 5 تا. و آخرین باب حسب یحسبو ورم یریمو. این مثال ها را در ذهنتون خوب بگیرید که اینها هم مثال های واوی هستند. مثال های واوی از 5 تا باب رو آوردیم. اما مثال یایی فقط از 1 باب رو آوردیم خلاص. از باب چند ای؟ یسره. صاحب کتاب دیگه اون چیز نگفته است. یسره. یسره معناش چی است؟ یسره قماربازی کرد. از باب چند ای؟ از باب آسانگیری کرد وای مرد. باب چند ای؟ باب یسره ییسیرو، باب دوم. از باب یکم نمی آید مثال یایی. از باب دوم می آید یسره ییسیرو. از باب سیوم همچنین نمی آید. از باب سیوم ما نداریم مثال یایی. از باب 4 داریم. از باب 4 داریم. از باب 4 می آید. پس از این 3 تا 2 تا یافتیم. باب چندم بوده است؟ باب 4. در اینجا نوشته بکنیم تا که در دفتراتون بنویسید و کار بکنید. در اینجا می نویسیم ییأسو، یائسا، یائسا. ببینید یائسا فعل مضارعش چی می شود؟ یائسو، یائسو. یائسا یائسو مثال یایی از باب 4 است. پس در این یائسا یائسو آسانک است. یائسا یائسا یائسو، یائست یائست یائسنا تا آخرش بگویید. یائسو همچنین یائسو یائسان یائسون، تیأسو تیأسانی یائسنا، تیأسو تیأسانی تیأسون، تیأسینا تیأسانی تیأسنا، ایأسو نیأسو. 14 صیغه‌اش رو بگویید. پس یائسا را مجهول کرده میشه یوئیسا یوئیسا یوئیسو تا آخرش بگویید. و مجهول فعل مضارع را اگر مجهول کرده میشه یوئسو. چرا؟ زیرا اینکه یا وقتی اینجا دمه می شود این یای ساکنه به مثل یسره یو سرو میشید، ییسیرو یو سرو میشد. این هم یاش قلب چی میشد؟ به واو میشد. پس میگیم که یو سرو. دقت دادید؟ یو سرو. یو سرو مجهول فعل مضارعی یسره هست، یائسه است. معذرت میخوام. یو اسو، یو سرونه یو اسو، یو اسو، یو اسو. پس این مجهولش است. پس از این 3 تا ما چند یافتیم؟ 2 تا یافتیم. باب دوم بوده است یسره ییسرو. باب 4 بوده است یائسا یائسو. و باب 5 هم می آید مثال یایی مانند چی؟ یمونه. ببینید
یمونا 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 فعل مضارعش ییمونو ییمونو دیدید یمونا ییمونو به مثل حسونه یحسنو است اما این وسومه مثال واوی بود یمونا مثال یایی هست زیرا که با یا سر می شود دقت دادید مثال یایی پس میگیم که 14 صیغه‌اش یمونا یمونا یعنی مبارک شد برای قومش یا برای خانواده‌اش ترجمه یمونا همین طور است یائس ناامید شد یائس ترجمهش چیه ناامید شد یائس ناامید می شود یمونا مبارک شد برای قومش یا برای خانواده‌اش ییمونو مبارک می شود برای قومش یا برای خانواده‌اش ترجمه هاشون پس میگیم یمونا یمونا یمونو یمونو یمونا یمونا تو یمونا یمونا یمونتا یمونتما یمونتم یمونت یمونتما یمونتون یمونتو یمونو 14 صیغه معلومش و مجهولش که میشه یومینا یومینا یومینو یومینو یومینا یومیناتو یومینا یومینتا یومینتما یومینتم یومینت یومینتما یومینتونا یومینتو یومینا به مثل یسر اگه تغییر در فعل ماضیش نشد در فعل مضارعش ییمنو ییمنو ییمنونا تیمنو تیمنو ییمننا تیمنو تیمنو تیمنونا تیمنینا تیمنو تیمننا ایمنو نیمنو 14 صیغه چی معلوم فعل مضارعش و مجهولش کردیم چی میشود یومنو این یا دوم به مثل این قلب واو میشود و این را دمه میکنیم این را فتحه میتیم میشود یومنو به این طریق یومنو دقت داده ییمونو را مجهولش میشود یویمنو 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 یویمنونا تویمنو تویمنو یویمننا تویمنو تویمنو تویمنونا تویمنینا تویمنو تویمننا اویمنو نویمنو اومنو اوینه اومنو یومنو اومنو نومنو اومنو من مبارک گردانده میشم در قوم و در خانواده‌ام نومنو ما مبارک گردانده میشویم فعل مجهول مضارعش پس ما این را سه تاش هم یافتیم بابی سیوم بوده است بابی معذرت میخوام بابی دوم بوده است یسر ییسرو بابی دومش بابی چهارم بوده است یائسا یائسو و سیومش بابی پنجم بوده است که یمونا ییمونو با همین مثال های واوی را از 5 باب بیان کردیم و مثال های یایی را از 3 باب بیان کردیم و خلاصه در یادتون بگیرید مثال واوی از باب یکم نمی آید از بابی نصر ینصرو نمی آید مثال یایی از 3 باب نمی آید یکم بابی نصر ینصرو دوم بابی فتح یفتحو سیوم بابی حسیب یحسبو از این 3 باب مثالی یایی نمی آید از 3 باب باقی مانده مثال یایی می آید چطوری که مثالش آوردم پس باقی ماندهش فعل امرش چخیل می شود و فعل نهیش چخیل می شود و با نون توکید خفیفه و ثقیله و این کارها را چطور در یسره کرده بودیم در اینها هم شما خودتون بکنید و در دفتراتون بنویسید و ذهناتون در کار بدارید و این هست مثالی واوی به همین مثال واوی معذرت میخوام مثال واوی یایی به آخر رسید اکنون امروز ما و شما معطلات را مثالش را خلاص کردیم دیگر در هر جایی که کلمه برای ما بیارن مثال واوی یا یایی باید ما تمام چیزا گرفته بتونیم تمامی مشتقات اسم فاعل اسم مفعول فعل ماضی و مضارع و مجهول و فعل نفی و نهی و نون توکید خفیفه و ثقیله و فعل امر و دیگه همه کارش را باید کرده بتونیم اگر که درس فهمیده باشیم اما اگر نفهمیده باشیم الله سبحانه و تعالی ما و شما را هدایت بکند اکنون بعد از این فصل نو شروع می شود فصل نو ما و شما درباره اجوف است مثال بود شد فای کلمه حرف علت بود شد میگذاریم به عین کلمه حرف علت است نامش اجوف است درس آینده درس 11 درباره اجوف ان شاء الله صحبت خواهیم کرد بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم الله حافظ و مددکارتون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته